سلام و وقت بخیری دارم به خدمت شما بینندگان عزیز کانال زیبایی‌های افغانستان. خوشحالیم که یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای خوب، بسیار تشکر میکنیم از شما که همیشه ما رو حمایت میکنیم، کانال لایک میکنیم، شیر میکنیم. دوستای خوب نازنین، بیشتر ما رو حمایت کنیم که جای بهتر و دورتر بریم به خدمت شما بهترین برنامه تقدیم کنیم. خب روز ها آمدیم به قلعه حزیم خان، قلعه حسن خان. داخل خود قلعه هستیم و خدمت شما هستیم. دوستای نازنین، منی که کاروبار، رسم و رواج، عنعنات مردم رو به تصویر میکشیم. از شما خواهشمندیم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. سلام مانده نباشیم. سلامت باشین. اول شما خوبه؟ زنده باشین، سلامت باشین. زنده باشیم. اسم شریف خودم بگی. بشیر احمد از قریه سیاکل. سلامت باشیم. چه کار میکنیم اینجا برا؟ همینجا خرما تخم شفتل دیشیم پاک میکنیم. مصروف همیناییم برو. نه تخم شفتله؟ بله. خب اینا چند جری به چند من بشود؟ اینا از 1.5 جریب زمین. چند بکشیدیم؟ تقریبا 6 کیسه کده، شاید 40 من بشه. 40 من. بله. خب 40 من چند قیمتی هسته؟ قیمتی که فعلا بازارا پینه به 300 روپیه میخرم. 40 300 12000. بله. خب 12000. خب این 12000 مصرف نشده بزنیم؟ مصرف که اگه مصرف سعی کنیم زیاد مصرف شده برای من، چون که تخم و شوره و اینا گرونه وقتی که ما میخریم. گورینی داره، زحمت خورداره، حال فعلا اوی هم به جوانی هم سولاروه. خب والا به دقیقون کار چیزی نمیمونه برای من. زمین خود شما نه؟ همین زمین از خود منه، باز زمین اجاره هم داریم ما. خب همین کلا همین زمین همین دیگه 1.5 جریب از خود منه، مربوط به خود ما میشه. 1.5 جری بیشتر نه؟ نه همین 1.5 جریب او بالایی نیه. او برنیه. بله. این گوسپندا ما شما نه؟ نه گوسپندا از این بچه خاله منه. خب بسیار خوب، نام خدا خوب گوسپندا برابر هم هست. بله دیگه. خب ما این خود شما کمک کنم. زنده باشیم، تیاری شما ما به خدمت شما. غلبه یاد دارم. خیر بینیم، تشکر. خیر بینیم که بیان نظر لطف شما نه. ما به خدمت شما، چای نونی چیزی ما خیر بینیم، سلامت باشیم. بسیار تشکر از شما. خب بیاین که دوستا خود شما پیش خلیفه چپون هم برین سعی کنین که اینا چند تا گوسپند و اینا خود اینا یا چپون هم همراه ما باشین. دوستای نازنین، بازم جا شما سبز باشه. داخل یک باغچگک آمدین که خود جیماما اینا که اینجا هم گودریه و هم باغ میوه دونه. اجی کاکا بازم دیواره مانده نباشین. سلامت باشین. حال شما خوبه؟ خیریت خوب. سلامت باشین. خیلی خوش آمدین به منطقه ما. زنده باشین شما کاکا جو. سلامت باشین. مانده نباشین کاکا. خوبه؟ خیلی. خب شما مانده نباشین. شما مانده نباشین. سلامت باشین. خب از گودری بگیم کاکا، از شما نه؟ گودری فرق نمیکنه از بچه مونه. بله ها. این نواسی من پیاری بابا سرای گودری و همین سرا و باغچه از اونه. خب پس زمینا و ملکا رو مال توزیع کردین دیگه، تقسیم کردین؟ یک ملک بود هم نداشت یوار کرد، یک بخرید بخو تیار کرد، یک باغچه تیار کرد، 2 جریب زمین آماده کرد دیگه. او تا زمینداری نداریم ما خالی. چند جریب زمین دارین کلا؟ یاری انشالله، چون من به این سفید بهم دروغ به شما بگم، من هیچی ندارم. فقط همین باغچه که دیگه باز برور مداره اینجا باز دولت سر شما همین یک پولگاه گودری داریم، سرای خونه داریم، زندگی داریم، شکر میگذره. الهی شکر که زندگی برابر میچله. کاکا جو چند ساله هستیم؟ یاری انشالله رمان دروغی نشه، چون ما به سنه 54 که به عسکری رفتم حساب کنیم 21 ساله بودم. آره که این ما که تاریخ بگیریم به همین خونه 74 75 74 ساله هستم. 21 و
چند دیگه 70 چند سال میشه؟ 70 تقریبا 75 حساب کنیم دیگه. بله 75 شما مستفید نیم، درسته؟ بله ایت تکره معلوم میشیم. بله. نام خدا دیگه علت با ما بگیم. از طرف خونه دل شما خیلی بالا بوده؟ الهی دم هزار بار شکر از هر طرفی انشالله رحمان دل ما بالا بده. ما خدا بزرگ نره 6 برادریم، از 6 برادر کلون منم بفهمیدید. همین دیگه از برای چیز بگم که دل بالا بگم شکر تا همین ساعت خدا به مثل تا اولاد داده، به خدا به همه مسلمان ها بده. از طرف از اونا من خیلی خوشحالم، از اونا راضیم دیگه. چند تا هم که دختر بوده بخونی به چای هر همسایه هر برادر که بسیاری بوده به حساب امیر عروس کردم. از طرف از اونا من دیگه رنج خونوی ندارم الحمدلله. تا میسن از نه طرف دختر، نه طرف دوماد، نه طرف بچه، نه طرف برار برارم هم الحمدلله. نام برا شما نه؟ بله منتها شما کلونتر معلوم میشین. نه اینا کلونتر. من یه قصه خیلی 4 سال. شما بیایم اینجا استاشیم. شما بیایم رو برو ما استاشیم. رو خوردردیم بعد کامره. بله شما کلونتر معلوم نمیشم کاکا. رویتن بله رویتن کلونتر دل من نشکریم خیلی دیگه. اینا نه انشالله دل شما نمیشکنیم. اینا باز رد از شما معلوم میشم، باز اینا رد از اینا معلوم میشم. شما شما کلونتره. بله من قصه خیلی خوردم. من اینا باسکری بودن که من اینا نامزددار کردم، اینا که آمدم عروسی از اینا کردم. صاحب میروان من خیلی آدم شوقی بودم، خواننده آوردم، بسیار سازدول آوردم به یک ترتیب بالای. او وقتی تلویزیونی که پا نبود، همه قلعه همه بسته بودیم، محفل آمده بودم، شب روز محفل بود. ربعی هم بگفتیم به برار اسم معروف از این نورم شوقیه. من عرض به خدمت شما اسم من خاک نورآمده اقلی احسان خان. من تقریبا 20 سال میشه که رئیس شورا اقلی امی احسان خانم که مردم مرتعین کرد. انشالله رحمان هر چی پولی که به اون وخامات ما به همین راه ها مصرف کردیم، همین برق شخصی ما از البند آوردیم به اون پول همبستگی. فضل خدا او منالی بلقریه از اون پول هست. برق هم 24 ساعته میبینین که هست. انشالله 20 سال ما بنده خاکی با می رئیس شورا با می مردم خدمت کردم. مردم هم از من رضیم الحمدلله. من رضیم که موفق شدیم. انمی برق و انمی چیز بیاوردیم، پول معذر نرفت. فضل خدا خدمتی بود بکردم. خونه ما پیشتر خوردم. راست میگم 20 سال هم میشه مسئولیت بده شما. از 20 سال از همه بیشتر جنجال داره. از اون وقتی که شورا تعیین شد من سواد هم ندارم. به انجینر گفتم انجینر صاحب من سواد ندارم. گفت ببین همین سواددارا به افغانستان خراب کردن، بی سوادا همون تا مقبول برای خدا کار بکنن. انشالله بکردیم در حقیقت این برارام همینجا ما هستم میتونیم پرسان کنیم که همیشه به صحیح و 2 نفر بدیم. ما خدا بیامرده خطاندار ما بود سلطنت او فوت کرد بیچاره. دگرها یله کردم. ما با همین 20 سال بزنیم خیلی کارا کردیم که همیشه او هست برق هست سرک راه بدونیم که ما می راه آمدیم. اینا همه جور شد. از اون پول سم مردم بود نفله نکردیم. انمول از اون برای میباریم. خدا نگادارم انجینر ما باشه گمولا میرم. ما گفتم بله روز میشه خریدی ها میره یک فرصت طلایی آماده. این فرصت طلایی را دست ندیم. انمیر بگیریم هر گویشی که از افغانستان دروشه خونه مشترک هم افغان‌های انمی درست کنید. در حقیقت ان برارام هستم 20 سال از زندگی دست کشیدم. انمی کارهایی بود که بکردیم الحمدلله. معمولی برام برم دیدیم اونجا منبع اوی بود. اون منبر بالا کردیم. یک تالار بزرگی اونجا درست کردیم. مجتمع اینجا درست تالاری هم هست. بله الان درست شد. انمی بر خیلی مهم بود. به بنندای ازیر جمعه ما گپ میزنم به تا شهر تالار نیه به تا ده تالار تیار کردن. فقط در هر نفری 3000 پول خود کتابچه بگرفتم. بفهمیدین همو رئیس برق 3000 بیارین که به فیش بانک تحویل کنیم و خود کتابچه ها 40 کتابچه خود من خودی 3000 پول خود من بدادم. برار من بداد بچه من بداد ببردم کنترل اینا رو بیاوردم. 100 تا ازری اینا
بدینا از اینا بستن و خونه ها همه برق شد الحمدلله پول خود اینا ما به اینکه موفق شدیم بلا الهی شکر خیر بینیم انال برار خود که میت پیشتر گفتیم نامزددار کردیم انال شما جریمه ایم که یک ربعی هم برای اینا بگیم ربعی که دیگه عرض یاد ندارم از این کار یاد ندارم دیگه ربعی شما بجام شما من یاد ندارم خب بینندای عزیز بیاین که برای خود شما پیش گومالا برین سعی کنید که گوا گوشتی یا شیری همراه ما باشیم. نگفتم تشکری از شما نکردم. بسیار خوش آمدید. بسیار خوش آمدید. ما به خدمت شما. از عرصه بزرگوار واقعا انسانای مهمان نواز خوش اخلاقیم. خدای پاک شما 70 80 سال چی که 100 سال دیگه هم میته با ایمان عمر بده خدای پاک. همیته سعی کنیم یک متل مردم قدیم بگفتن که هر چی که بدک باشه به کفگیر بالا میایه. شما همیته خوش اخلاقی کردیم، خوش رفتاری کردیم، همسایه‌داری کردیم که 70 80 سال سندا شما نه بازم فکر میکنین که بچه‌ها 20 ساله تر تازه بمونده. بله الحمدلله. درسته؟ جوانا اعمال جوانا باور کنیم به 30 35 یا 40 میشه میبینین که راه رفتن نمیتونم. حاجی ماما میگم 75 سال سن مناسب کنین اما خدا مال اگه به گوشتی باشم همه ما و شما میزنم. درسته؟ برای یک چک یا الله خدایا کور بودم من بینا کو کلیدون به در باغا کو از انگور آبی و سنگیرک ندارم حواسی مر به جوی فخری سربالا کو برکو شاکا زمان کتی داری حرکات دم هم برگول رخصار بیایی و محمد صلوات خب دوستای نازنین بیاین که برین خود شما سعی کنین که دو غم هست این دیگه یا خیر. کاکا مانده نباشین زنده باشین سلام اول شما خوبه؟ خوب شکر سلامت باشین میشه اسم خودم بگیم؟ عبدالرحیم خب از می منطقه ایم کاکا جو کجا بودیم؟ ما سرا بودم میده بدر شدم میریم به صحرا زمین خود داریم یک دو جریب زمین از خود دو جریب چی بکشتیم کاکا؟ ارزان کشتیم ارزان هم چیزی بده کاکا دیگه چیزی میکشتیم دیگه قوت مانده میکشم همونا خوبه همونا 100 روپیه میخرم من 100 روپیه خب یک جریب زمین چند من ارزان بکرده؟ یا دیگه تو خبر ندارم که چنده دیگه حالا تو حالی درو نکردیم؟ نه حالا نو بکشت نو کشتی آیشتنه که بعض ارزانان کلت میکنم اونا وقتی بوده دیگه ما گندمار که درو کردیم برای خب پیش از ارزان چی کشته بدیم؟ گندم بود. خب چند خروار امی دو جریب بشد؟ دو جریب دیگه پوره نبود با شفتالم. چند گندم امسال ورداشتیم؟ یاره دیگه او تو دیگه نکشیدیم دگونی بشده. دگونی؟ دامن یا پمزمن؟ دامن پمزمن همی تو چیزی می‌خوام. خب اونا را کو نمیفروشین دیگه خرج ساله؟ خرج ساله. باغ هم دارین کاکا؟ نه باغ ندارم. چند ساله این کاکا؟ دیگه یاره دیگه نمی‌فهمم چند ساله داره. نه از ما بپرسین به نزدیک 67 93 67 یارم نیم ما مریض چند ساله بودیم کاکا که شما پیار شما نامزددار کردم؟ مت پیار ما نامزددار نکردم نامزددار شدم براتون به ایران خود شما را همه ما نامزددار کردم تو پیار ما قضا کرد او خود میده خود از اینا بدیم پیار شما خود بدیم پیرک شما فوت شدن خب بسیار خب چند برادریم کاکا؟ برادر اولا 100 تا خب چند اولاد داریم؟ اولاد دیگه دختر 5 تا پسر نداریم؟ یکی خدا بود دیگه نبودم از بگیر خدا بیامرزه خدای سیاستای اولادکا شما به شما ببخشونه نامزددار شدن که برای ایران گرفته 5 سالی برای گم 5 سال به ایران گم بودیم میگم به ایران نبودیم شوری‌ها گرفت شوری‌ها گرفت آره تو ما پنجشه رفتم ترخیص نمیده ترخیص گرفتم بسیار خوب کاکا خوشحال شدیم چاشت خود ما نمیریم زنده با شما نره خود ما سلامت باشید دو اینا هستم خیر بینیم تشکر روغن زرد هم هست روغن زرد هم هست یاره آفرین زنده باشید حالا من خود من مریضم خدا شفای بده خدا
خدا شفای بده. شابه تازه بریم. خوب بریم. دوستای خوب، یک سه چهار نفر اینجا 4 بیتی خونم که اول لالا شروع میکنم، بعد ای لالا با بعد او لالا با بعد او لالا دیگه. ما فعلا مداخل می گودری هستیم. آمدن گودری دیگه این منطقه نام خدا هر چی هست گودریه. شکر، بازم شکر که گزاره مردم به یک طریق میشه انشالله. خب مونده نباشیم. سلامتی لالتی، خوشحالم. خوبه؟ بسیار خوشحالم. سلامت باش. اول اسم خود به ما بگین. غلام سعید یکی از جوانان قلی رحیم خان. خب علی حسن خان بود. قلی حسن خان. حسن خان. قلی حسن خان. یک قلی. اسم بگیم. خب انال یک 4 بیتی به بیننده بخونیم. بسیار خوب. قلی خان. الله جوانی از قامت بر با دو دادم، دلارام ای با میالی که میبینی فتادم جانم ای الله سر زلفی سیار بم چنگ من دی بکا جانا که بم چای فتادم ای با قربانی سرای کوچه میشم، اگر گندم بکاری خوش میشم جان نمو اگر گندم بکاری یا نکاری اسیر زلف کای پیروز میشم جان نمو بامی کوچه بدو دو میروم من بدیدار گل نو میروم من جان نمو اگر دانم گل نو از من میشه 200 منزل به یک شو میروم من جان نمو سریاستینی مارم کنه دیدی خدا هوشیار مارم دیوانه دیدی بدیدی شیدای چیزی نداره سلام علیک خود از ما بریدی یک چک چک. خب خیر ببینیم. بسیار تشکر. خب لالا میخونم بینندای عزیز، خود شما قضاوت کنیم 4 بیتی بکنیم. هیچ چی بلد نی. چی بلدیم؟ نون خورده؟ ولی دیگه ما خوندن این چیزا دیگه یاد نداری. که 2 نفر دیگه شما که گفتیم ما 4 بیتی بلدیم. نه یاد نداره. ما کاش که یاد داشتی که برای شما میخوندیم. بیاین شما بیاین یک 4 بیتی بخونیم. ما بیاین دیگه بیاین، کم نیاریم به پیش از اینا. باشه من میگم به چی پیار شما باشه از ما باز بیتر بلده. بریم بخونیم به افتخار از اینا برادر. یک چک چک بریم. آی دیشب پیره بودم که گز ماماد دلارام ای درش کردم زمین بم لرز آمد جانم آی که دمی نامه شب را بخواندم حالا که نام شب نام سبز آمد آی با پشت خانه دل بر رسیدم حالا بگو درد دل های کشیدم آی مسلمان نامسلمانی ببینیم حالا نکردم کار بد نامیر ببینیم آیا دستم به دل بر نرسیده حالا من میگم فلانی را ببینیم. یاری آفرین به زیلام یک چک چک. واقعا هر 2 نفر شما اگه برار هم هستیم صدا مقبول داشتیم، مقبول هم بخونده. نفر بعدی
دوستان اینجا هستیم به خدمت شما داخل می گودره. امروز ما یک کمک جا گوشه تر مثل که به خاطر که خیلی طوفان امروز هر روز کاکام اینجا میتونه این چند شهر میشه چند روزی که میتونه خیلی بی اندازه شهرم کشتی باز هست دیگه. اما تنها منطقه به زیاد نیه. چند شهر دیشب طوفان اعلان کردم شما متوجه بشدی؟ چند شهر طوفان خب بلندای عزیز همراه ما باشیم. امروز به خدمت شما هستیم. از این منطقه دیگه هم دوستا و جوانا هستم. سعی کنین سوال جوابا داریم. سعی کنیم اونا چی گفتنی دارن. لالا مانده نباشیم. سلامت باشیم. اول شما خوبه؟ بخیر سعادتمندیم. خیلی خوش آمدید. زنده باشیم. تشکر از شما. فکر کنم که گودری هم شما نه. گودری آلمانی از کوکومانه. گودری از اینا به زی بره اما که اول رفته. نه هنه به زی بره که اول رفته آسمانه. نام خدا. شما کوکاکا برازاده ایم دیگه. بله. خب چند دونه گو شیری داریم، چند دونه گو گوشتی داریم. از ما 5-6 تا گو شیری است، 4-5 تا گو گوشتی. خب 3-4 تا اندگه همی توش گوساله اینا. اینا را وطنی کنیه گو درسته؟ وطنی هم نیه، نه دیگه بازم نسل اینا قطعی هسته. خب بسیار خوب. نتیجه خوبی بداده. چند وقت میشه این شغل داریم؟ او تا خیلی میشه تقریبا از اون وقتی که خود بودیم تا حال که هستیم کسم کار ما همینه. خب یعنی خوب رزیم چه کنیم دیگه مزدوری مردم بیتره. راست میگیم. ملک چیزی هم داریم؟ ملک اگه خود خوب بگم ها کو نداریم. منتها باز از کوکوم اینا هست به دست ما به حساب کشتمندی میکنه. راست. بیشتر خرج از این گوا چیه؟ خرج از اینا بیشتره که به حساب این وقت علف که میشه علف اینا میدیم. باز دیگه زمستون که هست سبوس و کنجاره و اینا با خود کار ترید میکنه میدیم برین. خب گو بیشتر چی بخوره که شیری بیشتر شیر بده و شیری تیره تر باشه؟ اگه به حساب مصر باشه و ارزون باشه و کنجاره و جوری شیر خله میکنه. یعنی هم چاق میکنه هم شیر خله میشه هم گو آباد میشه. خب اینا خب مصر نمیشه دیگه. میشه گرونه خلی مصر میشه اون دو گرونه. من معمول میگم که گرونه که مصر نمیشه چون با شیر ماست که هسته با نخ از اینا پینه. خب یک من شیری میارن از اینجا میبره به 60 روپیه 70 روپیه. یک من کنجاره فعلا هست 100 روپیه. خب کی برابر میشه نمیشه. راست میگم. شما دیگه چیه دیگه کجا بدی جا چیه بدی؟ هیچی دیگه. بسیار خوب. شما مانده نباشیم. شرم خوشحال. اول خوبه کمک پیش بیایید رو خود بعد کاملی ما کنی چی گپایه؟ قراری سعادتمند هستین؟ دم قدیبه. سلامت باشیم. شما چی کاربار داریم؟ ما معامله دارم، معامله گو میکنم. خب همه شما مصروف مالداریم دیگه. بله. خب معامله تا گنجه. معامله تا گنجه بخره بفروش. خب چند سال میشه؟ تقریبا 14 سال. 14 سال. خب گوسفندم میخریم؟ نه کسب ما گوه. همین شتورا چرا گم شده؟ نه دیگه نمیفهم که چرا گم شده. کسب ما نیه که ما بفهمیم. خب معلومات کو داریم دیگه. نه معلومات نداریم. معلومات ما از گو داریم. دشتا خشکا آماده او علف نیه شطور که بود بهمون بیاونا بهمون دشتا اونا تربیه میشد و بزرگ میشد. با تعدی جلگه نمیشه. یعنی دشتا بود یعنی گلا شطور بود ولی وقتی که خشک سالی شد اونا اون رفته موتورا شد همون مردم کوچه هم که هست با موتور بار میکنه میره او وقت با شطور بار میکردم از بر بزی بر میرفتم به این خاطر شطور کم شد. راست میگیم. خب ایت شده باشه لالا به این مدت 13-14 سالی که شما کار چودرین میکنیم شما رو یکی بسی داده باشه؟ بو شده بله بو شده. شما چی؟ ما که دست سر از کمر قلم میکنیم. ما بیلا دست سر کمر قلم. ببینید که راست خور میگم چون به جلوی دوربین دروغ گفته نمیشه. نه دروغ گفته درسته؟ خدا نکنه یک سعودی بگیر ما بفریم. ما خود نمادم مادر سعودی.
یعنی من به نظر شما سادی هم؟ نه خب پچه ریجی ما میگم خدا نکنه سادی بخنم. یعنی منظور از اینا مبود. نه ساده کنی نقش سادار خوب بزن. منطقه من می تصادی هم هستم میفهمین؟ بله شما 40 سال اینجا معامل گودری بر داریم. نه ایتا 120% ماه شما بیشتر میدونم. خب لالا برج حساب کنیم، مار حساب کنیم، هفتگیر حساب کنیم، به رو هم بگیر شما چند ماه می آیه مشکلات حل میشه. الان این برخود به مشتری داره. خب اگه مشتری خوب بگیر ما بیایه به برج 30,000 40,000 تا 50,000 هم میشه. اگر نه ما دم برج 10-15,000 امرو هم رفته میشه. الهی شکر الهی شکر. خوبه بخیر بفروش دارین. خوبه شکر. هم کار شما که برابره. فقط ما دعا میکنیم که بچه خود زنده یا یکی زمینی بخره. آره میده که درک میزنه که گاو بفروش میکنه دیگه. کارد ساتل هم دست مانه دیگه. او الله پاک میگه نجات ده. یار لالا 420 خیر باشه. تیار باشیم کاکا. سلامت باشیم. خوشحال شدیم دیدن همه شما. همو برادر دل ما خیلی میسوزه. ما این کمک خود این اختلاط کنیم. نه دل ما به شما میسوزه که از صبح تا حال شما بچه اوش میکنه. گردن شما بطنه سنگین نمیپرسمش. رو هم باجی از این ها باجی شما نه بیدک بل کرده. خب خیره پشت کمره گپ میزنیم. سعی کنیم گردن شما بند باشه. چند تا بیخکلگی یا چند تا لنگ کوشو بخورید تا می تلفک به بازار به کوچه آوردیم. از 40 تا بالا. خب همین بچه نگاهشتر نیستی فیونه. همین تاگه داری همین جای نه. همین بچه هم گردنه لالا. راست میگین. خانوما دیگه حال اخل چیز ندارن دیگه. بچه پروایی نداره مجبورم پیاروش کنه دیگه. پیار شما کجا؟ پیار دیگه با شهر. خب شما متعهل میخونه دار؟ ما مجرد نیم متعهل نیم خونه دار. چند سال میشه مجردتون؟ تقریبا از اون وقتی که خود خیاط میدم. آه ویلا. سال معلوم نیست چند ساله ما؟ سال دیگه تقریبا 19 سالی. خب مکتبم برفتین؟ بله. تا صنف چند؟ تا صنف 8 برفتم. چرا ادامه ندادین؟ دیگه این کاری بس به شرایط سعی میکنه. شرایطی نبود اینجا ما کلاوان گمی گومالا اینا شده. یک برادر دیگه ما کلانتر دارم و برای بشه برای درس و تحصیل خوره. انا ما دیگه افتادیم اینجا کشت و کار انمی گو اجقا من که هستن پیر شدن دیگه نمیتونن کاری کنه. چرا به مکتب میرن؟ دیگه به مکتب برفتیم. همون چند سال که برفتیم همون طلبه کار خود چه خاطر رفتیم؟ چه کاره باشیم؟ چرا؟ برفتیم دیگه هم یاد بگیر حداقل هم خوندن نوشتن که بتونی. خب بسیار خیال کنم بچه کار زده رفتیم. بچه کار زده حال میره لالا موتور سوار بشه به تک چرخ دادن نگاه درجه یک. چرخ ندن که. ما همین میگم بری عزیز. خب دوستا خدا کنه که امروز از این منطقه چیه اسمی که یاد نکنه؟ قلی حسن خان. قلی حسن. یک اسم دیگه هم داشتیم. او با دفتر دولت قلی خانه. قلی حسن خان. خدا کنه از این صحبت‌های شیرین جوانا و مستفیدا امروز شما لذت برده باشیم. انا آسته بیاین که داخل گودری 3-4 تا گودری همینجا انا بیرون شیم داخل خود قلعه. بیتر نیه کاکا. ما تو کمی باد هستیم رو ما کمک گوشه تر میکنیم خود که بتونیم صدا و تصویر مقبول ثبت بکنیم به خدمت شما بینندای عزیز تقدیم کنیم. همراه ما باشیم. تشکر از شما. دوستای خوب بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. خدا کنه که امروز از این مکان لذت برده باشیم. تا به این لحظه به خدمت جمعایی که اینا خور معرفی میکنم آسته سعی کنیم که از این منطقه هم
یا میمون چیزی هم مونده نباشه جور باشیم دیاریم حال خوب شما خوبه؟ سلامتیم بله صحتمندیم الحمدلله مریض خسته شکر، کنیم خیلی خوش آمدین سلامت باشین زنده باشین دیار ما خیلی خوش آمدین سلامت باشین سلامت باشین. میشه اسم شریف خورم با ما بگین محمد عظیم خب از قلی حسن خان منشور به قلی رحیم خان خب بسیار خوب. پلیس ولی انجیل خب بسیار اول کوکاکا کاروبار شما چیه فکر کنم که شما مثل جماما اینا مالداری داره بله بار ما دیگونیه خب زراعتکاری خب بله. چند جریب زمین داره یار بودیدن میشه درجری بخوش شخصی خود شما الهی شکر کاکا جان زمین ها را اگر بخرم جریبی چندی هست اینجا دیگه اینجا زمین تا به زمین پین بالا داره همین زمین ها خود شما همین زمین ها خود ما تا 6 لک 5 لک 6 لک بیشتر نمیخوام الهی شکر یک سرمایه انگفتیه شکر در جریب زمین شکر بده خیلی غنیمت خوبه خب مالداری هم داریم مالداری چه 4 تا مالی داریم بله خب اولادا خود شما هم یا جدایم اولادا جدایم خب پسر کلون شما خود شما نیم نه هیچ کدوم متأکدم چون سچون بتیر از یک خوردی هست کم همینجا گوش شو همین هست آنده نباشه خب خیلی صحتمندی چند پسر داریم 5 تا مال خدا نام خدا خب یک عروسی داشتیم بله دیگه دل شما مخمخه می اگر بشه اونا که میگم 2 خانم داشتیم با قرن بوخ بودن گفتن شما خب چند سال هستیم؟ یار بودین 70 است 70 اجماع ما برار شما نیم؟ بچه کوکویا خاطر هم رنگی کم چیرتن خب خوش تیر بشه برای شما همینجی الحمدلله شکر فضل خدا خوب الهی شکر همین بیننده ما بیشتر متوجه شم همین عربی غله خور معرفی کنین که همسایه شما کدو غله همسایه ما بدی شمال که میخوره به تلو رزشک میگه بله تلو میخوره خب این غرب ما میخوره به رزشک این شرق ما میخوره به قلعه سفید خب این جنوب ما میخوره به اسیاکور اسیاکور کل یا کور اسیاکل اسیاکل به زیوره بله خب چه زر نفوس به زی منطقه زندگی میکنه کاکا به اینجی بود به این قله ما قله خورده بود دیدن یک 70-80 خونه است 70-80 خونه بیشتری بسیار خوب چند وقت میشه کاکا که یا به عروسی یا به ختم قرآن به داخل همین قله شوروا نخوردین یار خیلی وقت میشه حدوداً به خودم یاد کرده که دل مغلنگ بلنگ یار بابا آدم شوقیم کاکا بخورم کاکا ایت روز شده باشه سند سالا شما یا شما خودتر یا کلونتر اپی شما ناراحت شده باشم هیچ نمیشه اونا گفتم خسور منم دوما چه منم خب دوما دختری هم یا خواری ما خسور از اینو بفهمم خب میفهم اونا گفتم خسور مانیم شما اونا گفتم خب از اینا چند پول گرفتیم بله از اینا دیگه کت به کت شو اشتا مثلا یعنی اوزا پولی ندارم که خیلی بدیده باشین نه دختر به دخترش علیشونی با بچه خب ظلم که نکردیم باقی نا بس بابت عروسی دختر اینو داشتم دادم با بچه دختر خودم بچه از این بچه کاکا خودی هم دیگر بفهمیدم ریزی بدیم هم دیگر تو مال هم شکر ریزی الهی شکر خوشحال شدین کاکا جا دیدن شما جان شما ما خیلی خوشحال شدیم که امروز قله ما آمدیم ما که میفهم شما اگه 4 بیتی هم یاد داشته باشیم نمیخونه اگه یاد داشته که میخوندم به خود سرشار ربعی هم بلد نی نه شما چی لالا؟ ما 4 بیدیم فیصله شما میگن قصابی داره میگی قصاب گفتم ترکتور داره خب کار موتر ترکتور خب شما ترکتور بسیار خرمنه بله خب امسال اشته بود خوبه شکر کاروبار میزان بود خب خرمن که لد میکنیم به سر خرمن لد میکنیم یا نه بعد از خرمن پول میدم خرمن که خلاص کنیم همونجی کیسار شماره میکنه حساب خوار اگه مثلا میگم سبا بیایم چی؟ خب سبا میره فرق نمیکنه
بیت شده باشه گفتم صبح بیایم 6 ماه برات اینا بدویدیم 4 سال برات اینا میده 4 سال میشه تا لغ ندادم دیگه ولی سوای کو هیچ غمی نداری یک هفته بعد دیگه بعدم دیگه هست دیگه بعضی ممسا خرمان میده بعضی به صبح که قدم غمسایه باقی دستنگ تاره یکی تاتو تاره چند روز جلو دومال خورد داره دیگه مگن صبر و حوصله آدم زیاد باشه همسایه داری یک مشکلات یک نفر بیشتره یکی کمتره دقیقاً راست مگن آدم حوصله آدم باشه راست میگین کار نکی میکنیم همکاری میکنیم خود اینا خب تشکر از شما تشکر از جمعیت اجی ماما از شما که خیلی تشکر که از صبح تا حال به می هفته و به می هوای گرم قدم به قدم به دنبال ما ای بر میگردیم بسیار تشکر از لطف شما بیننده‌های عزیز اگه از ما دیق نمیشیم بخشش باشه از شما به عذابم بشدیم برنامه به می مکان به سر می پل به کنار می مستفیدا و جوانا و طفلا به پایان میرسه ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم تا به فردا شب که کجا نصیب و قسمت باشه شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم بسیار تشکر از شما به هر کشوری که زندگی میکنیم برنامه رو دنبال میکنیم ما رو حمایت میکنیم لطف شما نه باز همون پنجگه خور بروم زنگولگک فشار بدیم کانال زیبایی های افغانستان فراموش نکنیم فقط همی بادا 120 روز کمک کم شه انشاءالله از اینجا مستقیم به طرف کابل و قندار و پنشیر و مزار و بریبر هستیم که شما دیدن کنیم از وطن خو از قدم به قدم وطن شما انشاءالله به امید خدا تصویربرداری میکنیم به خدمت شما تقدیم میکنیم برای مخیر باشین تا فردا شب یک جان تشکر